دوستای عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما: برای محو خشونت در صنف درسی چی باید کرد؟ استادان گرامی، خشونت یک رفتار نامناسب است که امروزه همه ما و شما در همه جا با آن روبرو هستیم و انواع آن را بارها در زندگی خود تجربه نموده ایم. در اینجا می خواهیم روی موارد از خشونت که در بعضی از مکاتب دیده شده‌اند و در جریان هستند صحبت کنیم و در صدد راه حل ممکن برای مبارزه با این پدیده تلاش ورزیم. استادان گرامی، شاید شما عزیزان هم زمانی که در مکاتب مشغول فرا گرفتن تعلیم و تربیت بوده اید، موارد مختلف از خشونت را تجربه و یا شاهد آن بوده باشید و همچنان آلان نیز شاید همیشه متوجه بعضی از خشونت ها از طرف بعضی از استادان گرامی شده باشید. از جمله خشونت های فیزیکی مانند لت و کوب، نادیده گرفتن اطفال، تحقیر کردن شاگرد در مقابل شاگردان، جیغ زدن بالای اطفال، توجه به یک تعداد خاص شاگردان و از نظر انداختن تعداد دیگر، ایجاد تفاوت‌ها بین شاگردان و غیره، مواردی که باعث می شود اطفال از مکتب و صنف درسی دلسرد شوند و بعضی اوقات این چنین رفتارها باعث می شود بعضی شاگردان مکتب را ترک نمایند. برای محو خشونت در محیط مکتب به خصوص در صنوف درسی و بین شاگردان چی باید کرد؟ استادان گرامی، برای از بین بردن خشونت باید همیشه متوجه رفتارهای شاگردان خود باشیم، چون بیشتر از شاگردان خشونت را همیشه در زندگی خانوادگی خود تجربه نمودند و زمانی که آنها به مکتب میآیند کوشش می‌نمایند آن موارد را که در خانه و یا محیط بیرون آموخته‌اند را بالای همسنفیان خود عملی نمایند، چون عقده‌ای که در دل دارند و همیشه شاهد انواع خشونت از طرف بزرگان در مقابل خود و یا دیگران بودند، هیچ وقت موقع خالی نمودن آن عقده‌ها را نداشتند. بنابراین زمانی که وارد مکتب می‌شوند و خصوصاً ساعات درسی را خالی دیده و صنف را بدون استاد در می‌یابند، کوشش می‌نمایند آن همه رفتارهایی را که از اطرافیان خود آموخته‌اند بالای زیر دستان و یا اطفالی که آرامتر و ضعیفترند تجربه نمایند. در اینجا وظیفه استادان گرامی است که از ناپسند بودن این چنین رفتارها به شاگردان آگاهی دهند و با صحبت‌های مکرر در رفتارهای این چنین شاگردان تغییر مثبت بیاورند. همچنان استادان گرامی برای این که بتوانیم خشونت را از صنوف درسی خود محو کنیم و اجازه ندهیم شاگردان از این پدیده استفاده کنند، بنابراین کوشش شود تا هیچ ساعت درسی را خالی نگذاشته و همیشه ساعت خالی شاگردان را با فعالیت‌های آموزشی پر نماییم. دوستای عزیز، این بود تشریح مفصل در مورد محو خشونت و همچنان راه‌هایی که استادان گرامی می‌توانند برای محو خشونت در صنوف درسی خود استفاده نمایند. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. اوقات خوب و خوش.